السلام علیکم دوستای گرامی، انشاءالله که در صحت سلامتی باشین و دور از گزند روزگار قرار داشته باشین. طوری که در ویدیو اولی در مورد کمپنی زینوس، در مورد اهداف زینوس، در مورد تاریخچه زینوس و در مورد شرعی بودن زینوس برای شما معلومات ارائه کردیم. در ویدیوی دومی که پلن درآمدی زینوس هست برای شما کامل تشریح میکنیم. لطفاً این ویدیو را تا آخر ببینید و در مورد انواع درآمد زینوس اطلاعات کامل دریافت بکنید و بعد با دوستایتان، با همتیمیتان در جریان بگذارید. پس میرویم پلن درآمدی زینوس را کامل اینجا بحث میکنیم. خب یک مرور کوتاه باز هم میاندازیم. کمپنی زینوس در بازارهای فارکس کریپتو کار نمیکند، چون این بازارها پر ریسک هستند و احتمال از دست دادن سرمایه در این بازارها خیلی زیاد هست. به همین منوالی کمپنی در بازارهای سنتی فعالیت میکنه، در بخش املاک، در بخش ترک، در بخش دوا، در بخش لباس و همچنان در بخش اشیاء الکترونیکی و همچنان در بخش معادن کار میکنه و همچنان این کمپنی ثبت راجستر در رسمی دولت انگلستان نیز هست. یک مرور کوتاه گفتم که داشته باشیم، خیلی خوب است. خب میایم روی مدت قرارداد کمپنی زینوس. زمانی که شما در این کمپنی سرمایه گذاری میکنین، مدت قرارداد زینوس از 120 الی 150 روز هست. یک سال قبل زمانی که ما در این کمپنی سرمایه گذاری کردیم، مدت قرارداد زینوس 16 ماه بود، یعنی از 365 روز هم بیشتر بود. اما مدت زمانی این قرارداد را طبق از اینکه کمپنی در بازار فایده کرد، این قرارداد را پایین آورد. احتمال از این را داره که قرارداد از این بیشتر هم پایین بیاید، مثلا 100 روز شود، 90 روز شود، 60 روز شود و احتمال از این هم هست که این 120 روز به 170 روز به 200 روز هم افزایش پیدا بکنند، چون کمپنی زمانی که در بازار سرمایه گذاری میکنه تا دوباره پولا را از بازار جمع بکنه زمانش مشخص نمی باشه. یعنی ما شما اگر خود فکر بکنیم، اگر در بازار سرمایه گذاری بکنیم دقیق معلوم نمی باشه. شما وقتی اجناس در بازار مثلا عرضه میکنین، بعضی اوقات شما نمیتونین با زودترین فرصت پول از بازار جمع آوری بکنین. هرگاه اینا پول سر وقت جمع آوری بکنن، مدت قراردادشان معین می باشه. اما اگر سر وقت پول از بازار جمع آوری کردن نتوانند، در صورت مدت قراردادشان نامعین می باشد، یا 120 روز می باشه یا 150 روز. بنابراین فعلا اما حد اوسطشان 120 تا 150 روز است. یعنی شما سرمایه گذاری میکنین، پولتان 120 روز الی 150 روز در بازار نزد زینوس می باشد. خب میایم روی انواع درآمدهای زینوس که زینوس چند نوع درآمد دارد. اینجا واضحاً تمام این انواع درآمدها را برای شما کامل تشریح میکنم. خلاصه البته اینجا بالایش بحث میکنیم، بعد میریم که روی جزئیاتش. نخست اینجا خلاصه بالایش بحث میکنیم، بعد میریم روی تک تک جزئیات از این انواع درآمد. خب اینجا گفته که 10 نوع درآمد ما پرداخت میکنیم. فرض مثال دیلین که شما زمانی که سرمایه گذاری میکنین، از سرمایه گذاری شما مثلا برایتان درآمد پرداخت میکنه. زمانی که شما تیم سازی میکنین، اولین نفر راجستر میکنین، زمانی که او سرمایه گذاری بکنه 8% از او را برتان پرداخت میکنه و این فرد برای فرض مثال یک نفر دیگر راجستر بکنه، او سرمایه گذاری بکنه 5% از او را برتان پرداخت میکنه و این فرد برای یک فرد دیگر مثلا راجستر بکنه و او سرمایه گذاری بکنه 2.5% از او را برتان پرداخت میکنه و همچنان بونوس ها را پرداخت میکنه زمانی که شما به یک لیول خاص میرسین. یکی چگونه لیول هاست در سلاید بعدی باز تشریح میکنیم. زمانی که شما راجستر میشین، اکاونت میسازین، $45 گیفت پرداخت میکنه
و همچنان زمانی که برای کمپنی شما تبلیغات انجام میتین بابت از هم برای شما درآمد پرداخت میکنه. و پرموشن‌های مختلف دیگه هم داره که در سلایدهای بعدی روش بحث میکنیم. و همچنان تراول پرموشن سفرها داره و همچنان لاتری. یعنی شما میاین سرمایه گذاری میکنین، تیم میسازین و از درآمدهای کمپنی زینوس که 12 نوع از شما فایده به دست میارین یا عایدات به دست میارین. این نوع عایدات چی هست؟ حالا میریم یک این موضوعات بحث میکنیم. درآمد اول کمپنی چی هست؟ زمانی که شما اکاونت میسازین $45 برایتان کمپنی بونس میده، گیفت میده تا ببینین که اکاونت شما چگونه فعالیت میکنه. یعنی این $45 14 روز برای شما فعالیت میکنه. بعد از 14 روز این $45 برای شما 8 الی $9 به طور رایگان مفاد میآورد. و این مفاد شما میتونین در صورتی برداشت بکنین، در صورتی که شما سرمایه گذاری انجام بتین و علاقمندی به کمپنی نشان بتین، میتونین که همراه با مفاد سرمایه گذاری تان این $9 هم برداشت بکنین. این مدت زمان فعالیت $45 14 روز است. خب این بود یک نوع درآمد کمپنی. میریم روی درآمد دومی کمپنی. درآمد دومی کمپنی چگونه است؟ زمانی که شما سرمایه گذاری میکنین. هر زمانی که شما در کمپنی سرمایه گذاری انجام دادین که از $50 شروع میشه الی $1,00,000. وقتی شما سرمایه گذاری انجام دادین از 35% الی 55% برای شما مفاد پرداخت میکنه. یعنی شما اگر هیچ نوع فعالیت هم انجام ندین، فقط سرمایه گذاری انجام بدین، از 35 الی 55 برای شما مفاد پرداخت میکنن که هم مشخص نیست، چون کمپنی میگه هر زمانی که ما فایده کردیم در بازار مفاد بیشتر پرداخت میکنیم و زمانی که فایده بیشتر در بازار نکردیم مفاد کمتر پرداخت میکنیم. اگر ما ضرر کردیم در اون صورت مفاد بسیار کمتر برای شما پرداخت میکنیم. گاهی اوقات اصلا مفاد برای شما پرداخت نمیکنیم. درست است؟ این دوم نوع درآمد بود و مدت زمانی فعالیت این سرمایه گذاری، زمانی که شما سرمایه گذاری میکنین نمو 120 الی 150 روز در بر میگیره تا 35 الی 55% مفاد برای شما پرداخت بکنه. این بود دومی نوع درآمد کمپنی زینوس. خب هم جدول سرمایه گذاری هست. زمانی که شما مثلا $50 سرمایه گذاری میکنین، روزانه از 0.58 الی 0.67 سنت برتان پرداخت میکنه که بین 4 الی 5 ماه $70 الی $80 برتان پرداخت میکنه. همین گونه اگر $100 سرمایه گذاری بکنین 1.17 الی 1.33 و بین 4 الی 5 ماه 140 الی $160 و همچنان اگر شما $1,000 سرمایه گذاری بکنین 1400 الی $1600. اگر $5,000 سرمایه گذاری بکنین 7000 الی 8000. اگر $60,000 شما سرمایه گذاری بکنین 84,000 الی 96,000 که متفاوت است برای شما پرداخت میکنه. و هم امو اسکرین شات های است که بعضی دوستان در تیم های ما سرمایه گذاری انجام داده. 5,000 $24,000 $65,000 بوده که اینا بابت از اینکه در این کمپنی متقن شده و اعتمادشان بالای کمپنی بیشتر بوده سرمایه گذاری ها را اینا انجام داده. و این 25,000 و آقای عادل که ویدیوش نزد ما هست حتی قراردادش هم تکمیل گردیده که در حدود $30,000 اینا مفاد کردن. ویدیوش نزد ما هست که اینا ارداش هم زدن. و همچنان ادریس و
یک فرد دیگری است که $15,000 سرمایه گذاری کرده. یه هم افرادی است که سرمایه گذاری کردن یا برداشت انجام دادن. و این هم ختم قراردادی من هست که من در ویدیو اولی هم برای شما تشریح کردم. در این ویدیو هم برای شما نشان میدهم زمانی که من سرمایه گذاری انجام داده بودم $5,000 بود و زمانی که من پس دوباره برداشت کردم $15,000 بوده که من عملا اکانت خود دوباره برای شما نمایش میدم. خب دوستای عزیزی، اکانت ما است. ما $5,000 سرمایه گذاری کردیم و در حدود $9,737 اول انجام دادیم و فعلا $5,825 اویلیبل است. یعنی اگر هم برداشت بکنم در حدود $15,000 میشه و ما ایره حتما برداشت میکنم و ویدیویش در اختیار شما در چینل یوتیوب میگذارم. همین ویدیو که تکمیل بگردد، البته انواع درآمد کامل ما تشریح کردم، بعد ما این ویدیو اول انجام میدم و در اختیار شما عملا این ویدیو را میگذارم. یعنی زمانی که شما سرمایه گذاری انجام دادین، هر مقدار پولی که باشد بین 120 الی 150 روز در بر میگیره. بعد و اصل پولتون اویلیبل میشه، شما میتونید اصل پول هم برداشت کنید، در حالی که مفادایش قبل از اینکه مثلا قرارداد ما به اتمام برسه ما برداشت کردیم. اما در آخر قرارداد $5,000 ما هم اویلیبل شده که هم ما میتونم برداشت بکنم. یعنی ما در کل از این سیستم 15,000 برداشت میکنم و شما هم میتونین که کار انجام بدین. یک موضوع رو باید بگیم که این خالص مفاد از $5,000 نبوده، در حالی که ما تیم سازی هم انجام دادیم. ای که چگونه تیم سازی انجام دادیم باز در ویدیوهای بعدی انشالله تشریح میکنیم. خب میریم روی درآمد سوم. دو نوع درآمد تشریح شد، میریم روی درآمد سوم. درآمد سوم درآمد رفرالگیری هست. زمانی که شما افراد راجستر میکنین، یعنی تیم سازی هست. مثلا شما اینجا قرار دارد و یک فرد اینجا راجستر میکنین، هر چقدر که اونا سرمایه گذاری میکنه کمپنی از بودجه شخصی خود 8% از روی براتون پرداخت میکنه. زمانی که این فرد در تیم شما هست و برود یک فرد دیگر راجستر بکنه و هر چقدر که اونا سرمایه گذاری میکنه 5% از این برای شما پرداخت میکنه. و هر زمان این فرد برود یک فرد دیگر راجستر بکنه، هر چقدر که سرمایه گذاری انجام بده 2.5% رو برای شما پرداخت میکنه. فرد مثال این فرد که شما راجستر کردین $1,000 سرمایه گذاری کرد، برای شما $80 می آید. و بعد این فرد $1,000 سرمایه گذاری کرد، برای شما $40 می آید. و این فرد $1,000 سرمایه گذاری کرد، برای شما در حدود $20 $25 برای شما کمپنی آید اینجا پرداخت بکنه. و اگر در لیول پایینی اینجا فرد راجستر شود، او در بونوس های شما حساب می شود. ای که بونوس ها چی است میریم در درآمد بعدی تشریح بکنیم. خب این درآمد سومی بود که مستقیم راجستر میشه، درآمد چهارمی که غیر مستقیم راجستر میشه و درآمد پنجم که غیر مستقیم و غیر مستقیم راجستر میشه و برای شما کمپنی درآمد پرداخت میکنن. و اگر اینجا راجستر میشه و در لیول چهارمی او در بونوس های شما حساب میشه که کمپنی از $20 شروع الی $2 میلیون بونوس پرداخت میکنه. چگونه پرداخت میکنه؟ در درآمد ششمی برای شما تشریح بکنه. درآمد ششم درآمد لیول بونوس هست. هر زمانی که شما در کمپنی لیول بگیرین این بونوس ها رو برای شما پرداخت میکنه. شما یک نتورکر هستین یا کسی که تیم ساز هستین، میخواین تیم سازی انجام بدین، در کنار از او درآمدهای قبلی این درآمدها هم برای شما پرداخت میگردد. هر زمانی که در تیم شما $3,000 سرمایه گذاری صورت گرفت
$20 برای شما بونس میده. هر زمانی که $6,000 سرمایه گذاری صورت گرفت $40 برای شما بونس میده و هر زمان که مثلا 9,000 شد $60 بونس پرداخت میکنن. در کنار از اینکه او بونس های قبلی درآمدهای قبلی رو پرداخت میکنه، این هم پرداخت میکنه. هر زمانی که مثلا در تیم شما $12,000 سرمایه گذاری صورت گرفت $80 پرداخت میکنه و همچنین همین قسم $16,000 صورت بگیره $100 پرداخت میکنه. همین رقم بالا دو چند تصاعد میشه، بالا میره 3,200 6,400 و 44,000 و همچنان $1,000,000. ما گفتیم که 2 میلیون پرداخت میکنن در حالی که $1,000,000 است. اگر شما تمام از این بونوس ها را با هم جمع بکنین $2 میلیون میشه. یعنی شما در حقیقت $2 میلیون میتونین که از سیستم زینوس بونس دریافت بکنین، در حالی که اگر شما تیم سازی انجام بدین. اگر تیم سازی انجام ندین از این درآمدها شما محروم می باشین. یک چیز باید یادآور شم دوستای عزیز، این تمام بونوس ها رو شما نمیگیرین. شما ممکن 12 نفر یا حتی 20 نفر تیم بسازین. درست است؟ دیگه این تیم خودش میدوه، حرکت میکنه، خودش ارتقا پیدا میکنه و این افراد دو چند میشه. مثال شما اگه 10 نفر راجستر بکنین، بالا از 10 نفر شما کار بکنین و این ویدیوها را در اختیارش قرار بدین، اونا یک نفر رو خودشون راجستر بکنه 20 نفر میشه. 20 نفر یک نفر راجستر بکنه 40 نفر میشه. یعنی بعضی هم میگه که ما این بونوس ها را گرفته نمیتونم. به تنهایی این بونوس ها گرفته نمیشه. اینجا قدرت لیوریج است، قدرت نتورک است، قدرت شبکه سازی است. برای حداقل شما زحمت بکشین، 10 نفر راجستر بکنین و بالا از 10 نفر شما کار بکنین من حیث یک لیدر، و 10 نفر 20 نفر میشه، 20 نفر 40 میشه، 40 80 میشه و شما خبر نمی باشین روزانه بونوسایتان خودش تک خورده میره. اما از ما در حقیقت همه قسم شده. ما نهایتا زیاد افراد راجستر کرده باشیم 30 نفره، در حالی که امروز از 1000 نفر بیشتر در تیم ما افراد راجستر شده. اگه 1000 نفر یک نفر نه 1000 نفر 500 نفر دیگر راجستر کنه 1,500 میشه و ما خبر نمی باشیم خودش بونوساتی خورده میرن تا ایجا تا نوام لیول خودش آمده. ما زیاد که کار کرده باشیم می لیول اول و دوم میره خودی ما گرفتیم، بعدیش تمامش تیم خودش تیک میزنه و ای فایده از این تیم سازی هست. بنابر این ما شما را تشویق میکنیم که تیم سازی انجام بدین و این درآمدها را از آن خود کنین. این بود درآمد ششمی. خب افرادی که در کمپنی زینوس لیول گرفته اینجا اسکرین شات هایشون موجود هست. یه افرادی هست که در همین کمپنی موجود است در افغانستان و ایران و بریوالا رسیدن و بونوس ها را گرفتن. مثلا آقای سعید است، مثلا به هید منیجر رسیده و $200 بونوس گرفته. آقای غلام عادل است 300 گرفته و آقای ادریس است $120 $60 و $60 و همچنین $20. یه افرادی است که اینجا عملا بونوس ها را دریافت نموده است. خب این چینل یوتیوب ماست، به این چینل مراجعه بکنین. بونوس هایی که ما دریافت کردیم عملا شما دیده میتونین که چگونه بونوس دریافت میشه و چگونه او را ما برداشت زدیم، یعنی ویدراول انجام دادیم. شما در این چینل یوتیوب میتونین تمام ویدیوهای ما را ببینین. در بخش ویدیو بروین. خب درآمد هفتم چی است؟ درآمد هفتم درآمدی است که کمپنی بعضی اوقات پروموشن اعلان میکنه از طریق چینل تلگرام خود. فرد مثال میگه که در این هفته هر کس سرمایه گذاری انجام داد، البته تیتر را به ما ارسال کرد، ما 5% برای زوب مفاد پرداخت میکنیم. یعنی 5% پروموشن میدیم. البته این پروموشن ها رو دائم اعلان نمیکنه، گاهی اوقات در چند ماه یک دفعه اعلان بکنه. فرض مثال اگر شما در این هفته سرمایه گذاری انجام دادین 5% اضافی در سرمایه شما حساب میکنیم. فرض مثال
یک نفر $1000 سرمایه گذاری میکنه، 5% اضافی در اکانت از اضافه میشه و او مفاد یکم بیشتر برشان از طریق سیستم پرداخت میکنه. این بود درآمد هفتم. میریم روی درآمد هشتم. درآمد هشتم چی است؟ بعضی اوقات کمپنی اعلام میکنه، فرض مثال اگر شما در تیمتون اقدر سرمایه گذاری تا یک هفته انجام دادین، برای شما مثلا $1000 یا $500 من حیث ازی که شما لیدر هستین براتون پرداخت میکنه. و همچنان بعضی اوقات سفرها را اینا اعلام میکنه. مثلا میگه تا 3 ماه اگر در تیم شما $60,000 سرمایه گذاری صورت گرفت، شما برنده سفر به دبی میشوین که هر چقدر مصارف می آید مثلا این کمپنی پرداخت میکنه. خب این یک از پرموشن ها هست که تا فعلا کمپنی اعلام نکرده ولیکن در اهدافشان است که اعلام بکنن. یعنی تا 1 سال ممکن یک بار اعلان شود. خب این معمولا برای لیدرها هست، لیدرهایی که تیم سازی میکنن و از این پرموشن مستفید میشن. این بود درآمد هشتم. درآمد نهم چگونه درآمدی هست؟ درآمد از تبلیغات. اگر شما در کمپنی زینوس هیچ نوع سرمایه گذاری انجام ندهین اما یک یوتیوبر خیلی خوبی باشین، یا کسی باشین که در صفحات اجتماعی دستی باز داشته باشین، شما میتونین که از این کمپنی درآمد بکنین. فرض مثال شما زمانی که شما کمپنی زینوس را معرفی میکنین و هم به شکل مثبت و طبق بازدید ویدیو و طبق سابسکرایب چینلتان از $350 پرداخت میکنه. بعضی دوستا شکایت دارن که ما ویدیو را ساختیم اما برای ما کمپنی پول پرداخت نکرده. درسته شما ویدیو ساختین اما ویدیوتون هیچ بازدید نداره، هیچ ویو نداره. در صورتی که او ویدیو هیچ ویو نداشته باشه کمپنی برای شما درآمد پرداخت نمیکنه. بابت چی برای شما درآمد پرداخت بکنه؟ تا حداقل 100-200 بازدید بخوره. در اون صورت کمپنی حتما برای شما درآمد پرداخت میکنه. البته ویدیوهای ما موجوده، شما میتونید در این چینل ما مراجعه بکنین. ما تقریبا در حدود $12 تا $15 از ویدیوهایی که برای کمپنی ساختیم برای ما درآمد پرداخت کرده. خب این بود درآمد نهم. میریم روی درآمد دهم. خب درآمد دهم درآمد لاتری است. بدون از اینکه شما پول بگیرد کمپنی خودشون لاتری را اعلام می‌دارد و بعضی افراد که در این لاتری نامشان میبره به او عاید پرداخت میکنه. تا فعلا این گزینه را فعال نکرده اما در اهداف کمپنی موجود هست. منتظر هستیم که این گزینه را هم فعال نماید. این بود 10 نوع درآمد کمپنی زینوس. بعضی از دوستان متاسفانه در مورد انواع درآمد کمپنی زینوس اصلا مطالعه نداشتن. اگر این ویدیو را کامل شما عملی بکنین من مطمئن هستم که به هزارها دلار شما میتونین از کمپنی زینوس درآمد بکنین. طوری که بعضی از دوستان میگویند که کمپنی زینوس درآمد کم پرداخت میکند بابت از اینکه اونا هیچ اطلاعی در مورد انواع درآمد کمپنی زینوس ندارن. خب موضوع کارفند است که البته در ویدیو اولی هم تشریح کردم، دیگه هم تشریح میکنم. بعض دوستان متاسفانه $50 سرمایه گذاری میکنه، 120 تا 150 روز منتظر از می باشه که خیلی خسته کن میشه و ناگزیر میشه کارفند قبل از وقت خود انجام بده که در این صورت باز شکایت هم میکنن که کمپنی زینوس برای ما کم درآمد پرداخت کرد، یعنی کم سرمایه مرا پرداخت کرد. بعد از اون شکایت هم میکنه که کمپنی زینوس برای ما پول کم پرداخت کرد زمانی که ما کارفند زدم. عزیزی دل شما زمانی که کارفند میزنید کمپنی میره که 70% زیر پرداخت میکنیم، 30% دور میتم.
یعنی کمپنی چرا پولتان دور میده؟ شما مثلا 120 روز با کمپنی قرارداد بسته میکنین، توسط پول شما جنس خریداری میشه، توسط از اینکه شما مثلا سرمایه گذاری انجام میتین بعد 12 لیول بالا درآمدار کمپنی پرداخت بکنه، در لیول هایشان حساب میشه. پس نسبت به شما کمپنی زیاد ضرر میکنه و قبل از وقت که شما پولتان رو کارفند میزنین، پولایی که به شما پرداخت کرده او رو پس دور میته دیگه. نمیشه که مفادای ازورم بکشین، اصل پولم بکشین، کمپنی هم زیان کنه فقط شما فایده بکنین. کمپنی میگه که 70% دور میتم، مفادایی که بر شما پرداخت کردیم رو هم دور میتم، به خاطر که ما زیان میکنیم قبل از وقت شما پولتون برداشت بکنیم. مثلا بعضی از دوستا $50 سرمایه گذاری میکنه، $15 مثلا برداشت میزنه، بعضی کارفند میزنه، خوش میباشن که حداقل 70% دیگه ما رو پرداخت میکنه، 70% دیگه شما رو پرداخت نمیکنه، به خاطر که $15 شما بس پرتون برداشت کردین او رو هم حساب میکنه، بعضی برتون پرداخت میکنه، ممکن $25 $30 شه اون رو برتون پرداخت میکنه. گفتین موضوع یکی از مزایای خیلی خوبیش هم هست، در عین حال ضرر هم تمام میشه به هر دو طرف. با اهداف شرکت که ما قبلا در ویدیوی اولی هم تشریح کردم که بعد از 3 سال سیستم کمپنی کامل چینج خواهد شد و مانند آمازون فعالیت خواهد کرد. و همچنین یک خوش خبری دیگه که اپلیکیشن زینوس به زودی وارد بازار میشه که در او گزینه‌های بیشتر هم فعال خواهد شد و ممکن این ویدیو بسیار طولانی در چینل یوتیوب ما باشد، ممکن اپلیکیشن هم بیاید و بعد ویدیو را بعضی افراد ببینند، در حالی که ویدیو را ما زمانی ثبت میکنیم که اپلیکیشن در بازار نیامده است. خب متد ویدرول زینوس، کمترین ویدرول در زینوس $12 است و زمانی که شما ویدرول انجام میتین نهایتا تا 48 ساعت برای شما پرداخت میشه. فعلا در حدود 1 ساعت 1.5 ساعت در بر میگیره، اگر زیاد تال خورد ممکن تا 48 ساعت تال بخوره، از او بیشتر تال نمیخوره. فیس ویدرولش $2 هست و زمانی که شما از یک اکانت به دیگر اکانت ترانسفر میکنین پوله $1 فیس میگیره. این بود معلومات جامع در مورد انواع درآمد زینوس که چند نوع درآمد پرداخت میکنه، چگونه پرداخت میکنه که من کامل برای شما تشریح کردم. لطفاً این ویدیو را بار ببینید و همراه دوستانتان در جریان بگذارید. تا ادامه که با ما بدین خیلی سپاس، ممنون. انشالله که در ویدیوی بعدی جزئیات کامل داخلی اکانت برای شما تشریح خواهم کرد. انشالله که با ما باشین تا ویدیوی بعدی. بدرود. السلام علیکم.